سلام، من فاطمه هستم و این پاورقی قسمت 169 سریال شربت زغال‌اخت است. وقتی نورسما از امید میشنود که خوانندگیش مورد توجه کاربران شبکه اجتماعی قرار گرفته و امید میخواهد ویدیو درست کند و آن را به اشتراک بگذارد، پیشنهاد میکند ویدیو را در استودیوی روزگر فیلم برداری کنند. این به نظر امید عالی میرسد. سپس او به دیدن شعله میرود و شعله با گریه میگوید عبدالله حرفایش را باور نکرد و مفتضحانه او را از خود راند. او میگوید کاش عاشق نشده بود و زندگیش به باد نمیرفت. امید هم تایید میکند که امید بیهوده باعث ویرانی همه چیز میشود. نورسما صبح به دیدن شعله میرود و میگوید من دوستت داشتم ولی رفتارت با مادرم درست و منصفانه نبود. شعله میگوید دوست داشتن او برایش اهمیتی ندارد، فقط دلش به حال نورسما سوخته و برای همین از او حمایت میکرد. نورسما هشدار میدهد که از پدر و مادرش دور بماند و کاری با خانواده‌اش نداشته باشد. شعله به دیدن مادرش می رود و میگوید رابطش با عبدالله را تمام کرده و بعد از این بچهش را به تنهایی بزرگ خواهد کرد. بنابراین سرزنش و سرکوف نمیخواهد، بلکه نیاز به محبت و نوازش و آغوش او دارد. ثمت جواب می دهد تو همیشه در حال اشتباه کردنی. من آغوشی برای تو ندارم. شعله غمگین می رود و ثمت در تنهایی گریه می کند. چیمان با مادرش تماس میگیرد و او را برای افطار به خانه رسول دعوت میکند، اما آذرخش با ناراحتی میگوید هرگز ازدواج و معجب شدن چیمان را نمیپذیرد و پا به آن خانه نخواهد گذاشت و از دخترش میخواهد سر عقل بیاید و به خانه برگردد. عبدالله به عامر میگوید رابطه‌اش با شعله تمام شده، اما نگران بچه‌اش است که قرار است دور از پدر به دنیا بیاید و بزرگ شود. عامر میگوید باید از اون بچه حمایت کنیم، اما بعید نیست شعله به خاطر خشمی که از تو داره بچه را تو خارج از کشور به دنیا بیاره و بزرگ کنه. بهتره دور مراقبش باشیم. نورسما به دیدن روزگر میرود و از او خواهش میکند اجازه دهد در استودیوی کانال از امید و اجرای آواز راکی و فیلم برداری شود. روزگر میپذیرد اما غمگین به نظر میرسد. نورسما به او میگوید اگر نیاز به درد دل کردن داشت شنونده خوبی است، ولی خبر ندارد که روزگر دلش را پاک به او باخته. مدیر برنامه امید وقتی میفهمد او متأهل است و زنش هم معجب است، از امید میخواهد این چیزها را از طرفدارانش مخفی نگه دارد، چون باعث ریزش آنها خواهد شد. امید که دلش نمیخواهد تأهلش را پنهان کند ناراحت میشود. ثمت وقتی میفهمد آذرخش به زودی به خانه عامر میرود تا زندگی مشترکش را شروع کند، خوشحال و امیدوار آرزو میکند لااقل او زندگی خوب و عاشقانه تجربه کند. دعا و نیلای برای پیدا کردن خانواده نیلای به شرکت شفاجگیر میروند، ولی منشی میگوید صاحب شرکت بیمار و در خانهاش بستری است و پسرش گیرای آنجا را مدیریت میکند. گیرای با دیدن آنها و شنیدن اینکه نیلای دنبال پدرش میگردد و احتمال میدهد گیرای برادرش باشد، با تمسخر از دعا میخواهد وقتش را تلف نکنند و از آنجا بروند. دعا جواب میدهد از خرسی مثل او این رفتار کاملا طبیعی است و آنجا را ترک می‌کند، اما نیلای به دعا می‌گوید تا وقتی خانواده‌اش را پیدا نکند دست از تلاش بر نخواهد داشت. ممنون از اینکه با من همراه بودید. خدا نگهدار.